دوم و ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و بگویید سخن سدید را، سخن حق را. الله سبحانه و تعالی عملهای شما را صالح و اصلاح خواهد کرد و گناههای شما را خواهد بخشید. هر کسی که اطاعت الله و رسولش بکند پس به تحقیق و هر آینه برد کرده است، برد بزرگی. در حقیقت صادقترین کلام، راستترین کلام این کلام الله است و بهترین راه و منهج این راه و منهج و هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بدترین عملها و بدترین امورها این نو پیدا شده چیزها در دین است و همه چیزهای نو پیدا شده در دین در حقیقت این بدعت است و تمام بدعت ضلالت است و تمام ضلالت و گمراهی عاقبتش نار جهنم سوزان است.